مشکل ما همینه دیگه. تو همون یادداشت مفصل نوشته بودم. ما میگیم آقا همش میگه دشمن دیگه. اوی که تو میگه آقا هی داره میگه دشمن 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 دشمن. خیلی خوب. من میگم آقا برای شما ملاکه؟ بسم الله. من میگم چجوریه که دشمن دشمنه آقا رو میشنویم ولی دوست دوستاشو نمیشنویم. مثال میزنم براتون. 1371 چند سال گذشته؟ 18 سال پیش آقا هم آقایی که میگیم ای رهبر آزاد آماده ایم آماده دیگه 70 جلد کتاب رو اومده تقریض نوشته مکتوب نوشته آقای رحیم مخدومی کتاب شما رو خواندم مست شدم. بعد 18 سال کتابه به چاپ دوم نرسیده. و همه میگن نه آقا باید گفتن دشمن آقاشو داشته باشه. فرصت هایی که آقا بهش توجه کرده. یه کتاب در اومده به نام منبع کتاب، اینا خیلی‌هاش آورده دیگه، تاریخش هم مشخصه. من میگم اینایی که انقدر ادعای ولایتی بودن میکنن اینا کجا بودن تو 17 سال؟ آقا سال یه بار شاعران رو جمع میکنه. اینو من خودم از نزدیک دیدم دیگه. آقای هادی فردوسی شاعر 18 ساله یکی از روستاهای سروستان فارس. تو ماه رمضان قبلش نماز جماعت بود. رفت جلو. آقا فرمودن آقای فردوسی شما هستی؟ همجوری اوتش زد. بچه 18 ساله که داره. آقا من از کجا میشناسی؟ بعد آقا شروع کردن یه رباعیشو از حفظ خوندن. این همجوری مونده بود. خودم خیلی شاعر خوبی هستی بود. « 1372 این خاطره شاید خیلی از دوستان از من شنیده باشن، اب نداره تکرارش میکنم چون این ظلمی که داره به رهبری میشه. رهبری دشمن محوره، رهبری تهدید محوره. 1372 20 فروردین پیچ رادیو رو باز کردیم، گفتش که مهندس سید مرتضی آوینی و مهندس سعید یزدانپرست امروز در فکه شهید شد. ما بهتمون زد و فلان گریه‌مون گرفت و فلان اومدیم بیرون و با یکی از بچه‌ها رفتیم دم در اتاق مسئول واحد فرهنگی بسیجمون دانشگاه امام صادق. گفتیم که یه پارچه سیاه بده بزنیم تو تابلو. و چی شده مگه؟ گفتیم آوینی شهید شد. و کی؟ گفتیم سید مرتضی آوینی. و کی هست؟ گفتیم سردبیر مجله سوره. مجله سوره چیه؟ گفتیم بابا همین کتاب آینه جادو رو نوشته بود دیگه. آینه جادو چیه؟ گفتیم روایت فتح که دیدی؟ گفت آره. گفتیم یکی بود صدای گرم دلنشینی داشت. گفت اون شهید شد خدا خیلی صداش خوب بود. یه ساعت بعد اومد دید ما تو تابلو خیلی دیگه چیز کردیم. گفت چیکار داریم می‌کنید دیگه؟ خیلی شما پیازداغشو زیاد کردیم. مگه کی بوده این؟ این روز شهادتش بوده آوینی که سردار فرنگی ما بود، مهمترین شمشیرزن فرنگی ما بود. اون موقع مسئول واحد فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق تهران اسمش هم نشینده بود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فردا صبحش به زور یه مینیبوسی جور شده رفتیم اونجا. یکی دو تا از بچه‌ها که زودتر رفته بودن گفتن آقا رو دیدین؟ آقا رو دیدین؟ گفتم همه بعد شروع کردن همدیگه رو نگاه کردن. کی بوده که آقا اومده در جنازش؟ این فاصله رو ببینید. رهبری کجاست ما کجاییم؟ یه دفعه با آقای قرائتی گفتم اینو. گفتم آقا شما از پیغمبر مثل که بالاترید. خندید مامون سماحت و بزرگواریش. گفت حالا چی می‌خوای بگی؟ حرفتو بزن. گفتم اون که پیامبر خدا بود با اون عظمتش گل سلسبت آفرینش بود. این همه در مورد حسان ابن ثابت تعریف کرده. حالا حسان کی بود؟
قبلش که تو دوره جاهلی از شعرای جاهلیت بود. بعد از پیغمبرم که با امیرالمومنین همراهی نکرد، یه مقطعی با انقلاب اسلام همراهی میکرد. پیغمبر ببینید چقدر جبریل بر زبان تو شعر جاری میکند، نمیدونم فلان میکند. گفتم شما 30 سال تریبون دستته، یک بار شده اسم یکی از هنرمندای انقلاب ببری؟ اصلا سینما حرام، تئاتر حرام، موسیقی حرام، شعر که دیگه حرام نیست که. گفتم قیصر امینپور از دنیا رفت، رهبری در مورد او پیام داد، چه پیام سوزناکی که جگرم سوخت، نمیدونم قیصر امید من بود فلان فلان. 400 تا نماز جمعه تو این کشور برگزار میشه، یک نفرشون اسم قیصر آورد؟ آن رهبری دشمن محور است. یکی از دوستان نویسنده تعریف میکرد، آقای سید مهدی شجاعی، میگفت یه جلسه بود خدمت آقا، گفت تازه ما همه نویسنده بودیم و مثلا فلان، گفت صحبت آقا گل انداخته بود، داشت یک کتابی رو می‌خواست ما معرفی کنه. گفت اسم کتاب از یاد آقا رفته بود. آقا گفتن که آقا همین کتاب قهوه‌ای انتشارات فلان چی بود، نویسنده روسی داره فلان. میگه هی ما با هم دیگه نگاه میکنیم، میگه آقا یه لحظه مکس کردن، گفتن شما مگه کتابا رو نمیخونید؟ یا آقا مثلا نشانه‌هاشو میگفت که ما اسم کتاب بگیم. میگه ما با هم دیگه نگاه کردیم، مثلا بهانه‌ای بتراشیم، گفتم آقا این لابد تازه اومده بازار، ما هنوز ندیدیم اینو. آقا گفت نه یه بایی هست اومده. تو این ماجراهای فتنه تعریف کرده بود آقای شجاعی برای بعضی از دوستان. گفت من 10-12 جلد از این کتابای انتشارات نیستان آوردم برای آقا، یکی 2 هفته بعدم رفتم خدمتشون. گفت تو فتنه دیگه ماها مثلا کم آورده بودیم، فیوز برونده بودیم، خلاصه اعصابمون خورد بود، اصلا به هیچ چیزی نمیتونستیم فکر کنیم. من میگم آقا یکی که اون یکی کتاب خوب بود، اون مثلا خط داستانیش قشنگ بود، اون یکی یکم ضعیف‌تر بود. دیدم همه کتابا آقا خونده. همینجوری من بعدم زده بود. تو اوج فتنه، تو تیر ماه 88 یه سخنرانی آقا داره، یه بحث آقا داره توی همین کتاب، فکر کنم منو کتاب چاپ شده، یا کتاب کتابخانه از دیدگاه مقام معظم رهبری. نویسنده و ناشر حزب الله پیش آقا میگن آقا این بچه حزب الله یا کتابای ما رو نمیخرن کنن. آقا میگه که خیلی خوب یه کاری میکنیم، شما بیایید پشت حسینی امام خمینی، یه روز که من با بچه رسیجیا جلسه دارم، پشت حسینی امام خمینی بساط کنید، من اونجا تو سخنرانیم اشاره کنم تا جرمن بهشون بفروشیم. اینا صحبت منتشر شده آقاستا. این مشکلی که ما داریم اینه که فکر میکنیم وقتی آقا میگه تهاجم فرهنگی، فکر میکنیم چون مثلا من بی سواد هیچی نخونده مثلا چیزا، منم میگم تهاجم فرهنگی، آقا میگه تهاجم فرهنگی، بعد فکر میکنیم خب حرف آقا همینه دیگه. ولی وقتی که چهره واقعی فرهنگی رهبری رو شما به جامعه معرفی کرده باشید، اون رهبری وقتی که میزنه تو دهن عطاالله مهاجرانی خیلی فرق میکنه با این که یه آدم که تو عمرش یه دونه کتاب نخونده فوش بده به مهاجرانی. شما سخنرانی آقا راجع به سینما رو بخونید، راجع به چارلی چاپلین رو بخونید، اشارات که ایشون میکنن، اینها متاسفانه گوشای ما فیلتر داره. مشکل اینه، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. گوشای ما فیلتر داره. مجموعه صحبتایی که آقا در مورد لوازم و ضروریات جبهه فرهنگی انقلاب کرده رو بخونید تا ببینید از کدوم آقا دارید حرف میزنید. چرا اون نهضتی که اول انقلاب به وجود آمده بود ادامه پیدا نکرد؟ الان بس چیه؟ عرض میکنم خدمت. یک دلیلش این بود که ببینید ما نسبت به فضای هنر و رسانه و اینها خب خیلی عقب بودیم دیگه تا سال 57 به علل مختلف. یه دلیلشون بود که هنر تو کشور ما واقعا
آلوده بود. یعنی هیچ کدوم از فیلمایی که قبل از انقلاب ساخته شده هنوز قابل پخش تو تلویزیون جمهوری اسلامی نیست. قابل پخش که نیست، حتی یه تعداد زیادی از اون حتی اسمش هم نمیشه آورد. یعنی اسمش هم انقدر مبتذل و کثیفه. از موسیقیش بگیر تا تئاترش، تا نمیدونم تلویزیونش، تا سینماش، تا فلان. و جامعه دینی ما نسبت به یه مرزبندی جدی واقعی منطقی داشت. امام ببینید مقایسه اگه بخواید بکنید مقایسه کنید با طالبان. طالبان وقتی حکومت دستشون افتاد اولین کاری که کردن همه اینا رو تعطیل کردن. ولی تفکر اسلام ناب امام تو اون شرایط، ما الان مثلا این جمله امام پخش میشه که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، امام بدیهیاتی رو داره میگه. یعنی خیلی جمله بدیه و معلومه. درسته که اینجوری نیست. یعنی آنچنان مصادیق مفاهیم رو پوشونده بودن که واقعا این چیز وجود داشت که مگر میشود سینمای منهای مثلا فسق و فجور داشت. امام راه رو باز کرد و اون قهر نخبگانی که در فضای هنری نسبت به انقلاب شد، اونم بچه حزب‌اللهی‌ها رو غیرتی کرد و آمدن توی این فضا فعال شدن. چون ما قبل انقلاب فضای هنریمون تو شقوق مختلفش کار خودشو داشت میکرد. مثلا شهبانو دیگه مظهر هنرپروری و چیز بود دیگه. شهبانو خودش فرح دانشجوی معماری فرانسه بود، مثلا خیلی آدم روشنفکر و هنرمند و هنرشناس و اینا بود. توی به حساب پارادایم خودش خیلی قوی عمل میکرد تو فضای. خیلی از هنرمندان هم زیر بال و پر خودش گرفته بود و حمایت میکرد. و پس یه هنر سلطنتی داشتیم، یه هنر کمونیستی داشتیم، حزب توده و نمیدونم چریکای فدایی و فلان، اینا هم خیلی فعال بودن. یه هنر لیبرال داشتیم. اینها نسبت به انقلاب هر چقدر که ماهیت اسلامی انقلاب روشن‌تر شد، اینا بیشتر فاصله گرفتن. انقلاب نیاز داشت به کار هنری، رسانه‌ای، تبلیغاتی. اینها دور شدن. خود آقا میگه من زنگ زدم به اخوان ثالث، از قدیم مثلا اینا رفاقت داشتن. آقا میگن که به اخوان ثالث گفتم کجایی؟ چرا برای انقلاب شعر نمیگی؟ چرا تو صحنه نیستی؟ اون باید تبختری گفتش که ما همیشه بر سلطه ها هستیم، نه با سلطه ها فلان. میگه آقا بهش گفتم که خب بیا الان بر سلطه ها باش دیگه، بیا بر علیه سلطه آمریکا شد. اگه تو واقعا چیزی باید تبختری و تفرعون خودشونو کشیدن کنار اینا. از اون طرف بچه حزب‌اللهی که مظلومیت انقلابو تو این حوزه دیدن، وارد شدن، شروع کردن کار کردن. گفتن اینا به تو بی‌اعتنایی کردن، امام به درک ما هستیم. طرف از گوتوند خوزستان میومد میشد قیصر امینپور، از فلان روستای تونکابون بلند میشد سلمان هراتی. تو حوزه شعر رو راه انداختن، تو حوزه سینما از جنوب شهر تهران بلند میشد محسن مخملباف. تو تئاتر، توی سینما، توی نمیدونم گرافیک، توی عرض به حضور شما که شعر، اینها البته بعد باز خودشون ریزش و رویش داشتن، ولی زدن تو دهن هنر سلطنتی و روشنفکری و اساس هنر انقلاب رو بنیان گذاشتن. البته این چالش جدی بود دیگه. خود این چالش اینا رو هی غیرتی تر میکرد و اون رقابتی که داشتن با فضای مقابل خیلی کمک میکرد که افول نکنه کارشون. کم کم وقتی خطر منافقین خوابید و بعد از سال 60 و اینها یه مقدار احساس به اصطلاح آرامش کردن، آقایون محافظه‌کارا از یه طرف متعجلین گفتن ای تو مسجد مثلا ملودیکا آوردن فلان شده، تو مسجد که جای تئاتر نیست، تو مسجد که جای فلان نیست،